خب بچه‌ها سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون ردیف باشه. اسم من ایمانه و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال فانتزی من. بدون معطلی بریم سراغ اپیزود 20 که ببینیم چه اتفاقی توش میفته. ویدیو قبلی هم اینجاست دیگه، هر اپیزود من نگم، برید بزنید روش و ببینیدش. بریم سراغ بازی. بریم آقا دیگه. این اپیزود چی بریم بابا. سلام علیکم کیان جان. بس وقت نداریم. بودو، فقط بودو. کجا باید بریم؟ اینجا نباید بریم. من کدوم ته؟ آره اون ته برش، ولی من نظرم یه جای دیگه است بریم. آخه خوابه جاینت. آها میتونیم این آدم بریم. خب چرا بپریم ملکی وقتی جاینت خوابه؟ چه دلیلی داره واقعا؟ جاینت رو نزن با، میریم پایین میزنیمش. اینجا وقت ما رو میگیره. آخه ما اولوی ولش کن که بذار بخواب، ما رد میشیم. بابا من ماجیک فایر دارم. حرفا چی؟ بیا این ور یه دقیقه. میدم در وای نستا. کلتو بیار جلو بابا جان. به پا شدی که. منو نکش. یه هدشات بشی تو خوبه. من چرا گیر کردم کجا؟ اینجا وایسی من مردم ها. بخوای اینجوری وایسی اینجا من مردم. نه بیدار میشی نباید به من دمیج بزنی که. دمیج نخوردی؟ حالا اگه من بودم خورده بودم. ارتفاعی که من مد نظرمه واقعا بیشتر از حدی که تصور میکنم. بله شما بچه میتونید همین شکلی یا با مجیک یا با تیرکمون سالها وایسید اون چی میگه؟ آقا این ناتیفیکیشن بده، ما داریم اینوید میشیم دیگه. جاینتی که دوباره نمیاد کیان. خب پس بریم واسه اینوید. خواهش کنم. درود بر تو کیان. بریم. من امتیازم بچه به این اینویدر 6. به نظر من اینویدر قابلی بود و نردونه و اینکه خب لگ داشت طبیعتاً. از اینکه نمیدونم سرورهای دارکسوز چه شکلیه که یارو تو کلمبیا با مایی که مثلا تو ایرانی وصل میشه یه جا بعد مثلا همش لگ داره. نکنید یه ذره منطقی تر باش. من تو این اینویدرهای اخیر هیچ کدوم از دمیجام نخورده بهشون. هیچ کدوم از ماجیکام به هیچ کدوم نخورده. و اینجوری نبوده که مثلا میس بشه، یعنی میخورده دمیج نمیداده. یعنی میس میشد گفتم اوکی من ریدم. مسئله چیز دیگری است. اینجا بچه‌ها بپایید یه مش انوگو همین بالا میریزن سرمون. احتیاط رو پیشه کنید در اینجا. یه رینگ این سمت ما داریم تو این چسته، یه دونم میمیک این ور که این چسته رو باز کنیم اون انوگو ها میان. حالا اگه برعکس میگفتم میمیک میخوردتم عالی میشد. اجازه بده. که تو خیلی خطرناکی برای کرس. مواظب باش. خیلی سری کرس میشی. سابقه خوبی تو کرس شدن داری. آره داشتم عرض میکنم من 6 رو بهش میدم چون بلد بود بازی کنه به جا. بعد اگر اشتباه نکنم جان چی میگی کیو؟ چی میگی آقا؟ آماده ای؟ یه آیتم بنداز. تموم کرد. خب وقتی تو نداری یعنی منم ندارم دیگه لابد. اینا میمیکا بچه به دارکم من دمیج خوبی میخوام، ولی ماجیک دارک ما ماجیک خوبی نیست. این گونه خاصی از میمیکه که میبینید به این فرم در میاد و از گونه های نادریه که زیاد از کیان تغذیه نمیکنه این گونه. من خب فرق میکنم من با تو. شما چیزی خوردته یعنی به همین صورت. نه من تکذیب میکنم. من خف کردم مجیک بذارم روشون، رفتی کشیشون که. نه کارلا کلی راه داریم. کلیده رو بخوام بچه ها ببینی کجا اومدیم.
اومدیم به انترین جایی که یک پلیر میتونه در دارک سولز 3 بیاد. بر وای نس وایسی باختی. اینجا پر از این جیلراست. من جمله بندی درست بود یا نه؟ بله. اینجا ما این آیتم میگیریم که من بعداً راجبش صحبت میکنم. یه 3 تا قسمت دیگه هم داره و بعداً راجبش صحبت میکنم براتون. میایم اینجا این شورتکات رو با هم دیگه میریم بالا. شورتکاتش بد نیست ولی خب آره اونجا یه آیتم هست برمیداریم. لایتنینگ بلید یه میراکله. بفهمه چی اینقدر هی میپری وسط حرف من؟ با من دارم اینجا سخنرانی میکنم. بگو همون شورتکات هست که چی؟ نه همون شورتکات هست که چی؟ بگو دیگه. یه کور که نیست دیگه. میبینی کدوم شورتکات هست. میوت کن. بایدم برای خودت متاسف باشی. من اصلا با تو توی آسانسور نمیام. تو هم نرفتی. خیلی بد شدی. تو چرا رفتی اونجا؟ خب به سر به سر من نذار. اختلاف طبقاتی اونو ببین. اصلا مال این حرفا نیستی. های برو کنار. فال دمیج خوردی؟ خب من سیلور کاترینگو میذارم بچه ها که فال دمیج نخوریم. من فواید کوآپ بازی کردن اینه. شما یه نفر رو میفرستی جلو. آره این رینگ رو بچه من برمیدارم. رینگ دیپ رینگو که گذاشتیم به ما اجازه میداد که یه ماجیک بیشتر ببریم ولی خب ما نمیخوایم ماجیک دیگه. جامون اوکیه فعلا و به جاش رینگ کوششین اینو میذارم. گریت سوامپ رینگو میذارم. این خودش 15% پایرومنسی رو بوست میکنه. در کنار این ویچ رینگ که باشه مجموعشون 40% پایرومنسی رو بوست کنه. این 25 ویچ رینگ اون 15 اما مجموعشون چون ضرب میشه 40%. که زیاد وارد محاسباتش نشید. فقط بدونید که با هم دیگه باشن تاثیرشون خیلی بهتر و بیشتره. اینا هم که دیگه دونه دونه دیگه الکی اصولی مثلا بدی وسط 8 تا جیلر بعد یه خونه دینه بنز کم شه. مثلا اینه که اینا وقتی نگاهتون میکنن خونتون کم میشه بچه‌ها از این طریق شما نمیمیرید. یعنی با کم شدن مکس اچ پی تون نمیمیرید. خونتون منتها اینقدر کم میکنن که مثلا یه چسمس خال میشه یا مثلا ردشک کنارت مردی. اینقدر کم میکنن و وقتی هم که بهتون نگاه میکنن و اینا صدای تپش قلب میاد و از این طریق میتونید متوجه شید که دارن نگاهتون میکنن و دارید دمیج میکنن. منم با کیان همراهی میکنم که اینا رو یا سریعتر بیاریمشون جلو. ببین این یارو فانتوم هم که اینجا داشت بازی میکنه اونم داشت تیکمو میزد. هیچ عقل سلیمی با اینا رو در رو نمیشه. ساعت یک جا تیکمون من آره داشته آقا اینا رو چیکار کنیم؟ اینا تا صبح قراره تیکمون بزنن. برنامه چیه؟ نه اون نیست. هاکه. هاکه نداریم این رینگ را. واقعا هاکه. چه هاکه میتونستیم بکنیم با این رینگ ما. بنده خدا 800 تا تیر تو کمرشونه. خب اونجوری من نگاه نکن. داری با اون سرعت داریم میای من اونجوری نگاه نکن حداقل. بزنش. های آره ما سعی می‌کنیم حد اکثر دمیج رو بزنیم دیگه تا بیان خود زمان میبره ولی غالبا این شکلی که میان مثلا اینقدر داج نمیزنن تیرای ما. واقعا هیچ کاری هم نمیکنن. نه مثلا میپرن اینور نه کاری میکنن. همینجوری راه میرن و دیدید بچه‌ها صدای ضربان قلبی اومدشون حالا متوجه شدین یا نه ولی خب اومد. چرا نمیره؟ بمیر دیگه. ده و حواستون باشه وقتی دمیج خورده باشین اینا بهتون نگاه کنن. چرا اونجا زدم؟ و بهتون نگاه کنن خونتون کم شه دوباره که نگاهشون رو برمیگردونن و خونتون پر میشه اون مقدار خونی که ازتون کم شده بابت دمیجی که قبلا خوردین اون دیگه پر نمیشه.
آره واقعا اصلا کل مدارک تحصیلیم رو مصرف کردم سر این جمله. خواهش کنم. تیم ورک تمامه. یکی دیگه هم هست کنم. خب ما آره دونه دونه میریم. اینو بپایید اینجا. خواهش کنم اینا دیگه اجازه بده من کمکت کنم. حتی نه تو هم باید یه ضربه بزنی. تو یه ضربه بزن من یه ماجیک. سر و سر کوآپ. یه ضربه. خستم نباشید. بعدی. آره وقتی الکی میخوای از فواید یه چیزی صحبت کنی. دمیجم به کجا خورد دقیقا که به این نخورد. آقا بیشور. خب بچه های عزیز ببینیم این کل واسمون چیا باز میکنه. One eternity later. دارک بلاد و هالو رو براتون اینفیوزش رو باز میکنه. اصلا هم از جای من نیدم یعنی به هیچ وجه. دیدید که حفظ بودم فقط خواستم یادم بیادش. من تکذیب میکنم. من جای نگاه نکردم. اینجا هم یه ست آلوا رو برم داریم. ایشون همونی که دم ایریتیل دانجن ما رو اینوید کرد. اینجا ست لباسش رو برم داریم. خب باز ما کیانو گم کردیم. ما بریم اول دست چپ اینا رو بزنیم. میمیکر رو بزنیم. میمیکه دیگه شما یه چارج اتک بزن عمو ببینه. آباری کلا. ببین هیچ چی نمونده بود کیان. دیدی چوس مسخال مونده بود که دوباره هماغوش بشی با این. یارو چیکار داره میکنه؟ داره میخوردش. چنی بشه داره نشون. دو تا تایتن اسکیل بهتون میده میمیکه که واسه آپگرید سلاح‌های باس ها به دردتون میخوره. اینجا مواظب باشید بچه‌ها. من خیلی واک رو دیدم سر این قسمت که چون جیغ و داد بود. حواستون باشه. من اینجا هنسفری رو یه ثانیه در میارم. با این صدای جیغی که شنیده میشه. عذر میخوام. بعد این رینگ چی کار میکنه؟ این میگه که شما ماجیک که کست میکنید اگه سورسری باشه، میراکل باشه، پایرومنسی باشه، هر چی باشه، اف پی که مصرف میکنید بابت کست کردن ماجیک رو کمتر میکنه، اما خونتون رو هم کمتر میکنه. اینو پس در نظر داشته باشید که اون مزایا رو داره. این چیزا رو هم داره، داستانا رو هم داره دیگه. معایب کجا داره میره این؟ فقط اون که من مطمئن شدم یه نگاه سوسکی بندازم. آره ماکسیمم اچ پی تون رو 15% کم میکنه. آقا اینو برای چی بود؟ این که انمیه فقط. خوشت اومد آقا. مثلا نمیبینم چی داره به کجا. هیچ چی نیست بچه اینجا بازم نکنی هیچ اتفاق نمیافته. میتونستیم بگیم انمی اینجا هست باز نکنید. بعد کی گفته شما وظیفت همه چی رو نشون بدی؟ دیگه آدم مثل جا حرمت‌ها رو باید حفظ کنه. اینجا بچه‌ها یه NPC هست که ما قبلا راجعش صحبت کردیم به نام کارلا. دارک پایرومنسی و کلا ماجیک‌های دارک بهتون میده. الان طبیعتا درش قفله. باید بریم کلید پیدا کنیم و باز کنیم این در رو. مسیری هم که باید بریم این وری که من میرم نیست. این وری کیان رفته است. بله چیزی نمونده بچه‌ها. یه ذره دیگه طاقت بیارین رسیدیم به این بونفایر. اونجا دیدین اونجا بونفایر. اما مسیر نسبتا خطرناکی باید طی کنیم تا بونفایر. به علاوه اینکه یک انمی هم تو راه داریم. کیان جانم که مشغول اینجا به خودش سرشو کرده تو جیب مراقبت. و اونو میبینید بچه‌ها اون چاقالی که اونجا واسطاده اون یه گارگویله بهتون اتک میده. بله ممنونم که کیان نشون داد. ککش هم نگزید. اینجا برید رو پول این بهتون اتک میده. ما توجهی نمی‌کنیم بهش. رد میشیم. نه من رد میشم. بدون توجه به گارگویل ما رد میشیم. شما اینجا تقریبا یه جای سیفیه واسه فایت دادن باش. کیان اونجا درگیره. بمیرم مهم نیست بچه‌ها. کیان بونفایر اینجا روشن کرده. غم به دلتون راه ندین. غم نه ان به دلتون راه ندین چه اصلا معنی نمیده. غم به دلتون راه ندین. و ما میریم بالا که بونفایر روشن کنیم. به اضافه اینکه یه جسچر میده یا آندد بونشارد میده. و آره دیگه یه رینگمون
قبلتر گرفتیم از اون میمیک دارک کلاچ رینگ. اونم در نظر داشته باشید که برگشتی باریکلا پسر. ما هم برگردیم. تو بیا همینجا ساینتو بذار، من رینگر بهشون توضیح بدم بچه‌ها. نه دیگه بریم آخر سر میزنیم دیگه. نه بریم شورت دومیه، اون واسمون اون مهمه. آره بچه‌ها داشتم میگفتم اون دارک کلاچ رینگ هم که مثل همه کلاچ رینگا یه سری از فیزیکالتون رو ضعیف میکنه، دیفنساتون رو، و اون نوع دمیجتون که حالا واسه این رینگ میشه دمیج دارک رو زیاد میکنید. هر سری رینگای کلاچ داریم میگیریم اینو دارم توضیح میدم. تو این فرصتی هم که بچه‌ها بیان، بچه‌ها که کیان یعنی بیاد، من بهتون این رینگ چیز رو نشون بدم، ریورسال. چون من به شما گفتم صداتون هم عوض میکنین، این اکشناتون عوض میکنه. یعنی اگه مردید اکشن زن، اگر زنید اکشن مرد واساتون میاره. و تفاوتش رو ببینید. الان من کاراکترم میبینید یه ذره کت باز وایساده. این رینگو که میذارم چون کاراکتر من مرده، رینگو که میذارم تبدیل میشه اکشناش به اکشن های یک زن توی بازی. و توجه بفرمایید، ببین دیدید به این صورت به این صورت شد. و موقع راه رفتن هم دقت بکنید، من کاراکترم اینجوری راه میره که اونو برمیدارم، یعنی رینگو میذارم یه جور دیگه راه میره. ببینید شیوه دست و حرکت کردنش عوض میشه که واقعا چیز بدیه به نظرم. کی همچین کاری میکنه آخه این رینگو بذاره؟ من نمیفهمم. هیچ دلیلی نداره. اینم که بهتون گفتم رینگشو. کیام فهم معطل شما ایما هم رفتی خودتو داری سوسکی آپگرید میکنی، ما اینجا معطل توییم. فکر نکن من نمیفهمم. چیپس و پفک و تخم و اینا بیار، بد نیازه. راه زیاد داریم امشب. اینجا راه اصلی که میخوایم بریم نیست بچه ها، حواستون باشه. کیان نمیاد بچه ها؟ اومدش. من میتونم، من تو رفیق منی، من تو پس فردا وسط صبر کنم. مثلا من نیست، مثلا بچه ها معطل میشن. و اینا تو بگو یه هفته باست من وایمیستم، یه هفته بهش میشینم. این جالبه. بعد بچه شما سامن میکنید، یار سامن میکنید، کوآپ بازی میکنید، چی میگی؟ من نرده اون بالا پایین میکنی همش. بگو ببینم. نه من بعدا بهتون میگم چی دادش و اینا. نبینید این پایین چیه. ببین چیزی نه. خب یار داشتم میگفتم شما یار که سامن میکنید واسه کوآپ بازی کردن، ببین یه حالتی داره که شما درایت فینگر مصرف کنید، یار سامن کنید، یا اینکه تنهایی بازی کنید. خب این سه تا حالت رو ما اگه در نظر بگیریم، شما وردتون به یه اولویت‌هایی تبدیل میشه واسه اینویت شدن. یعنی اگر شما تنهایی باشید در کمترین اولویت وردتون واسه اینویت شدن. اگر تو کیان با اون فایل بده ما بریم اینجا. اگر یار سامن کنید، کوآپ بازی کنید، در رتبه دوم قرار داره وردتون. چقدر شلوغ میکنی کیان جان. و اگر درایت فینگر بزنید که در اولویت اول قرار میگیره. نمیدونم فکر کنم یه جا اینو اشتباه گفتم، ولی وردتون میاد بالاتر. پس درایت فینگر میزنید وردتون اولویتش فلش کن. شما درایت فینگر بزنید شانس بیشتری واسه اینویت شدن دارید، کوآپ کنید شانس بیشتری دارید، و از همه کمتر شانسش اینه که عادی بخواید آنلاین بازی کنید. کیو داری میزنی آقا؟ بریم بابا اونو به چی میزنی؟ کیر میریزی وسط صرف یعنی چی؟ بی تربیت نباش. ببینید بچه‌ها اونجا رو میبینیم. اونجا ما با جامپ کنیم. پیشمرگ عزیز بفرمایید. اینه که میگه من تن و بدنم میلرزه. ممنونم. کیان نبودم واقعا کیرسالیزارا رو چجوری میزدیم بچه‌ها؟ به آدم لذت میبره. آره دیدید که لازم نبود جامپ کنیم. صدای دست و پا هم میشنوید دیگه بچه‌ها. صدای یه سری انمی، همون انمیایی که قبل‌تر باشون مواجه شدیم اون پایین هستن.
و آره اینجا میتونید بیفتید در اینجا مسیر ادامه بدید ولی دلیلی نداره. نمیریم اینو اول میگیریم بعد اگه خواستیم بیفتیم. چون بچه این منطقه که میبینید باطلاقی که اینجا هست چی میگم بهش، تاکسیکه و این آیتمی هم که الان ما گرفتیم و کیان برای من انداختم همینه. برای همینه که شما این استفاده میکنید تاکسیک رو بیلداپش رو برمیداره ازتون. بریم تو اون خشکیه بپریم. من ماجیک فایرم و اینا رو خیلی خوب جوابه. یه جنگی بریم تو این خشکیه. من تو جای خیس فاید نمیدم، من بارها گفتم. به آقا تو چرا اینقدر عجله داری سمت اون نردبونه بری؟ نترس بابا. ایمان ده پایرومنسر رو داری همراه خودت. ایمان چیه؟ ایمان خریکی کیکاووس. یه پسر. ایمان کیه؟ فانتزی بنک کیه؟ کیکاووسی کیه؟ بچه حواست آقا اینجا ما نباید این ویچیم. اینجا واقعا صلاح نیست. بچه حواستون باشه تاکسیک بیشتر از چیز ازتون کم میکنه، بیشتر از پویزن. یه پرژینگ استون هم گرفتیم، یه رینگ هم اینجا گرفتیم. من این لباس یه ست لباس دادم چیه اینو من اینجا برمیدارم، سریع این گهدونی خارج میشم و اومد بالاه. بیا بریم شورتکات رو باز کنیم. نزدیکیم. ای بابا. خب بچهای عزیز ما بریم واسه اینویدر دوباره چند دقیقه بعد خدمتتون. و چند دقیقه بعد که نه همین چند ثانیه بعد در خدمتتونیم. و من اینو بزنم. آقا کیان آماده ای؟ پشت سر من داره میاد. بیا پسر پایین بیا دم پله دم نردمون. بیا خفتش کن. بریم آقا. اینویدر 7. ما بمیریم از اینویدر من نمره ازش کم میکنم، الکی نیستش. خواهش کنم ما دیگه مزاحم نمیشیم. ما دم در وای میشیم شما تو بیای. اینوید شدیم. نه این یارو این ام پی سی بازی بچه‌ها. همین مجی که میزنه رو هم برای فروش بعدی که میزنیدش یه اسکرول میندازه و همین مجی که میزنه رو هم شما میتونید بعد از دادن اسکرولش به اوربک ازش خریداری کنید. بله اونم زدیم. بریم اونم برداریم. این لوگان اسکرول رو بهتون میده. گفتم ماجیکای خوب، خیلی ماجیکای خوبی باز میکنه. اگه سورسری بازی میکنید حتما ازش استفاده کنید. پویزن رو هم برداریم برای که دیگه چیزی نیست دیگه. نه و یه صدا خیلی ترسناکی داره میاد. این برای چیزی نیست و کیانه. خب بریم جلو. اینجا بپاید بچه. اینجا 2 تا انمیه. ببین دیدی کیان توجه نکرد و رفت. اینجا ما 2 تا انمی نامرئی داریم. کیان جان برو بزنشون. برو دیگه. برو. من میتونم خودم تنهایی آیتم رو بردارم. نگران من نباش. این کیرینگی که ای بابا چه اسمی آخه. این وصله که اینجا برداشتیم ما شما قرار نبود اسمش باشه. واقعا من قدرت تکلم رو دست دادم. شما میتونید اون سلول کارلا رو باز کنید و کارلا رو آزاد کنید. اینا رو مطمئنی زدی کیان؟ اصلا دمیجی هم دادی. بعد آره شما سلول کارلا رو میتونید باز کنید که کارلا بیاد بیرون دیگه. خب بیا کیان. کوشی نه اونجا میشه. کجا رفتی پایین؟ با چه سرعتی رفتی پایین؟ من پیدم لای موشا. بیا پسر. چرا میترسی؟ چرا بترس ولی الان
این بخور بابا، بزن من یه ماجیک بهتون بزنم همتون بمیرید دیگه. اعصاب من خورد بکنید. میان بچا باز، ولی تو این در وهله اول بیشترن. یه ماجیک پایرومنسی گرفتیم، ماجیک جالبیه، بد نیست. حالا صحبت می‌کنیم راجبش. یه چیزی پرت میکنید و بعدش جونم بهتون میگه که جونم براتون میگه البته، بعد منفجر میشه. این هم یک شورتکات بسیار بسیار مهمه. همین 45 دقیقه شده ویدیومون، این همه اینوید و اینا، چقدر این همه مرگ و اینوید و واقعا انتظام بیش. برو کیان برو، تا خود فردا باید ویدیو بگیریم. بله اینجا رو باز میکنیم و نمیریم. برگرد. بسیار شورتکات خوب و مهمیه. شیلاوانت دستت؟ نه خواهش کنم. میشه یک آدم بسیار طماع و دیگه نمیدونم چه صفتی بهتر از طماع میتونه توصیفش کنه. ببین با موشا دارن میان، میبینید من هیچ نزدیک بود بیفتم پایین کیان. خب بذارین این هم پلاس که کیان خیلی متمدنه داشت راجعشون صحبت. بذارین موشا رو اول بزنیم. میاد شما اگه نمیاد ما تکلیفمون با این میمیک رو روشن کنیم. خب نمیاد. آقا بسم الله. بفرما بسم الله. دوست داشتم نذاریم بلند شه ولی نشد. بله به همین راحتی. آمد چند تا چیز میز گرفتیم. این که یه اروی واسه گریت بو استفاده میشه و باید با اون گریت بو ازشون استفاده کنید. عرضم به حضورتون که یه پرژینگ استون گرفتیم. برخلاف چیزی که توی توضیحاتش نوشته بیلداپ کرس رو براتون کم نمیکنه این. یعنی اونجایی که نوار کرستون داره پر میشه رو وقتی از این آیتم استفاده کنید اون صفر نمیشه اون نواره. ولی تو توضیحاتش نوشته که این کار انجام میده. عرضم به حضورت این نکتهش بود و این که اونو که استفاده میکنید قیافتون شبیه آدمیزاد میشه. مثلا من ندم بپر دیگه. رینگر رو بذارم اگر افتادیم. یه جوانگه کجا؟ خواهش کنم. بله پریدیم از یکی از این درها میتونیم رد شیم. آره دیگه ولی خیلی صدای ترسناکی داره میاد. ببخشید من باید میکشتم. برگرد آقا برگرد. خب رینگر رو بذار کیان همینو بپریم پایین. نزدیک منو به کشتم بدی یاقی. چقدر بچی نپریم پایین. کجا میخوایم بریم اصلا؟ بابا سه نکن دیگه. چیکار میخوایم بکنیم الان؟ یه دقیقه واسه بچه کجا میخوایم بریم؟ تو اومدی پریدی اینجا گفتی چرا اینو زنده؟ همون جایی که بودیم مگه اینجا بریم اوکی نمیشه؟ بپریم پایین. میرسیم به موشا دیگه نمیرسیم؟ بابا اونطوری با من صحبت نکن یاغی. نه بزنش. بزنش. یه موش نمیتونی بکشی بعد به من میگه انمی. اینا چرا زندان اینجا؟ ببخشید ارباب. چرا تو اینجا داره مبارزه و منو بیره واسه باش. آنتی باس دیگه اسمش روشه. آنتی موش ما خریدیم. ما مرگ موش نخریدیم که آنتی باس خریدیم. ببین کجا اومدیم. برو آقا برو فقط بودو. میبینی کاراتو یه دونه چیز میزدیم این داستان رو نداشتیم. هومواردون میزدیم. چقدر تو آدم بی خاصیتی. چقدر گم شو برو تو ورد خودت. بی خاصیت. گم شو. وشو. خب بچه های عزیز ساشل چوکیان دیگه من این همه هماهنگ کردم. ما گفتم میخوام اینجا شروع کنم. ببینید ما دم همین نردبونه هستیم همونطور که دارید مشاهده میکنید و این بار
من اول باید بگم ببینم بچه کجا رفته. اونجا که چی؟ بله. خب ببینید کاری که ما میکنیم اینه که از اینجا بکیان کجایی تو پیش سیکور دیگه. گم شما بر با وایساد اونجا، من نمیتونم بیام. بله. ما مسیر مستقیم رو رفتیم از اونجا و با موشا درگیر شدیم با این داستانا. اما الان ببین بره. دیدین؟ معلومه که سیگوارد اینجا نیست. چی فکر کردی؟ ما اومدیم اینو برداریم اینجا. سیگوارد همونطور که می‌بینید اینجا نیست بچه‌ها. چرا؟ نمیدونم. شاید باش صحبت نکردیم، ناراحت شده، چوس کرده یا به هر دلیل دیگه ای نمیدونم. ولی خلاصه شما اگه حالت عادی رفته باشید، حالا من پیگیری میکنم تو اپیزود بعدی بهتون میگم. با سیگوارد که اینجا صحبت میکنید اگر اشتباه نکنم دوباره یه شیگرو بهتون میده و یه تایتاین اسلب که اگر اشتباه نکنم اینا رو بهتون میده. و بریم بابا پسر جون. خب بچه های عزیز کوکریاتون رو بگیرید بالا، بیلدای بلیدتون رو بذارید که با یک انمی های بسیار ان میخوایم مواجه بشیم. کیان از آیتمی به نام کارتوس روگ استفاده کرد اگه اشتباه نکنم. چند تا اینجاره؟ من از کوکری استفاده میکنم. در افسانه اومده اینا خیلی راحت بلید میشن اما گویا اصلا اینجوری نیست. اینا بچه دمیجش کیان لعنتی اونجوری نه، یا اونجوری نکن خودتو. اینا انمیای ابیس هن بچه ها و به همون شمشیرهای ضد ابیس. خب نباید اونجا وایسی که بابا جان. تو زنده ای کیان هنوز؟ منو در جریان بذار از احوالاتت. افتادی پایین. آره چکوز. نکته که راجع به اینا وجود داره اینه که اینا میگن راحت بلید میشن، این شکلی میگن. و بریم بالا که اون آیتم رو برداریم بعد بیم. تو شلوغ میکنی الان همه انمی‌ها رو میاری اونجا. اینا بچه‌ها بین 4 اگر اشتباه نکنم تا 7 ثانیه یا 6 ثانیه گراب اتک دارن. ببین چقدر اطلاعات دقیقی من براتون درآوردم. بعد تو گراب اتکی دارن از سول شما کم میکنن و این یک میراکل بسیار خوب و قوی و این داستانا گرفتیم. یه AOE دمیج میزنه، یه منطقه‌ای رو میزنه، انمی‌ها پرت میشن این برام. این داستانا ما کاری نداریم. چیز بدی نیست، خوبه. بچه‌ای که میراکل بازی میکنن فیس و اینا یه تیکه گو هم اینجا برمی‌داریم و ادامه مسیر رو میریم. آره عرضم به حضور اون دره رو چرا باز نکردیم کیان؟ نیازی نبوده لابد. یه چه بیا اینجا. آماده ای پسر؟ بزن ماجیکا. غیب شدی آقا. ماجیک هم تمام شد. این وید هم شدیم. خستمون دیگه دارن میکنن این ویده را. خب این ویده رو زدیم. این ویده چیه بابا؟ این میمیکو زدیم. این استافه بچه قوی ترین استاف بازیه واسه از نظر دمیج و این داستانا، واسه کسایی که بازی میکنن سورسری اینا به دردشون میخوره. 2 تا استاف دیگه هستن که از این قوی ترن توی یه سری شرایط خاص. یه استاف هستش که اصلا اسمش یادم نمیاد، بهش نمیپردازیم، ولی عکسش رو صفحه دارید میبینید. این استاف وقتی که اسپل باف میکنه یعنی وپن آرتشو که میزنه دمیجش بیشتر میشه و در این حالت این استافی که عکسشو دیدید رو صفحه از این استافی که ما الان گرفتیم دمیجش بیشتره. یه استاف دیگه هم هستش به نام آیزالیس استاف اگر اشتباه نکنم که گرفته بودیمش ما. این استاف وقتی که شما دمیجای سورسری دارک میزنید از این استاف قوی تره و اینا در پیور سورسری اگه بخواید بازی کنید این استاف قرار میشه گفت بهترین گزینه است به اضافه همون استافی گفتم عکسشو دیدید و این داستان. خب کوین ویدره. ما بریم در پایین رو وا کنیم. دیگه افتادی یا رفتی. ببینیم یه ما حد امکان ویدیو رو ببریم جلو. چطوری؟ کیان خیلی خشونتبار ریخت روی این انمی. شرایوینگ استون رو برمی‌داریم که
برای برداشتن اینفیوز سلاح هاست و بریم آقا. اینو من میل کنم که قطعا این تو وایساده، اصلا شک نکن. اینجا 2-3 تا از اینا میبینید دیگه. یا جان یه دونه رو بکش این ورمو ببینه. خیلی ترسناکم بچه‌ها. چند تا شدن؟ عالی شد. حالا چه غلطی کنیم؟ مجیک منم هیچ تأثیری روشون نداره. امیدوارم تأثیر داشته باشه مجیکم. یا بیا عقب گیر اتک نزنم بهت. خیلی انمیای رو مخین اینا بچه‌ها. یکی از سخت‌ترین انمیای بازی ان اینا. اینویدر. ای چموش. منو گرفت منو خورد. منو گرفت منو خورد. گرفتم مستر پسر مستر پسر. من سری رینگ آف سکریفایس رو میذارم که چیز نشه، سولم نره. یاقی صفتی دیگه. اینا رو برمیداریم اینجا. هنوز بچه شما دارید اینویدر رو میبینید و ما میریم آیتم رو برمیداریم اینجا. سید آف جاین ندارم. یه دونه آیتم اینجا برداشتیم و بریم ببینیم با این انمیه لجند چه کار میکنیم. من اینو بزنم تو اونو. تمام شد. اصلا کیان اجازه نمیده که این اینویدر نه الان منو میکشه. خب اصلا بریم تو قسمت آخر ویدیو ببینیم. همینجا میزنتش. شوخی نداره کیان با کسی. مسخره بازی نیستش اینجا دیگه مثل سابق. کیان منو نخوره یه دقیقه منو نخوره. مثلا چی کار میخواد بکنه مثلا چه کمکی از دستت برمیاد که این منو نخوره. اجازه بده. بله اینو که میکشید بهتون این تبر النورا رو میده که به نکته خیلی بیخود و بیمزه و قشنگم بهتون میگم که النورا اسم یکی از شورت استوری ادگار آلن پوه. بله میدونم خیلی بی ربط بود دیگه. اینجا کاری نداریم نه. تمام خسته نباشید. برمیگردیم دم بونفایر فایرینگ شراین و میگیم کیان جان من میزنم میونه کلمه ببخشید و شما بری که ما هم با یه فایرینگ چیز میگم اون واربون. من الان عجله دارم باید سریع برگردم فایرینگ شراین. برمیگردیم فایرینگ شراین و آندد بونچارد داریم، آپگرید داریم و خیلی هست. متشکرم کیان. روز خوبی داشته باشی. مثلا ما داریم تو روز ویدیو رو میگیریم. هم از کیان. ما بریم برای آپگرید. 3 تا بخون واقعا راضی کننده است. 3 تا به هلس رو من میدم. نه 3 تا دیگه مسخره بازی که نیستش. یه دونه اینتلیجنس، یه دونه هم فیس. حالا سول باید بهتر کنم بدم. اش گرفتیم که میدیم به ایشون. مهمترین چیزایی که براتون باز میکنه بچه‌ها این دوتا هن. گولد پاین رزین و گولد پاین باندل رو براتون باز میکنه. مهمترین چیزا اینا هن. و بریم برای خدافظی. خب بچه‌ها اینم از پارت 20 واکثرو دارک سولز 3. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. اگه اینطوریه یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید. نظراتتون و نمراتتون راجع به این ویدیوها رو بهم بگید توی کامنت ها. اولی 6 دومی 7 بود نظر من. و همین دیگه. اینستاگرام یادتون نره فالو کنید، چنل رو هم ساب کنید. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مواظب خودتون باشید و فعلا
بدیم. ها آهان نه. من موافقم اینجا فایت بدیم. به توافق جمعی رسیدیم که ما اینجا فایت بدیم بچه‌ها. من دیگه فوکس نمی‌کنم روشون، واقعا اذیت کننده است. های های میگفتم فوکس نمی‌کنم، چرا گفتم اف پیم تموم شد. اشتوس اشتباه خوردم. ای بابا میشه دمیج بخورید از من؟ چرا شما این ویدرها اینجوری؟ اینم زد که پویزش قوی بشه که استگر نشه. اگه استوسه که خب منم دارم. نکن اونجوری، نکن دیگه، منو گیر آوردی این اسکلا، هی داری منو میزنی. باریکلا خوبه. من به ساین ماین نمیرسم کیان جان. من 3 ثانیه دیگه مردم. ان شد. اوه اوه اوه. بابا نامردیه واقعا. مجیک های من داره اذیت کننده میشه. نه من نمردم هنوز. مقاومتم ستودنیه ولی با هیچ عدد استوس. نه دی من ساین ماین نمیرسم کیان. دیدی بعضا حس کنی چیزا قبلا. بابا من استوسم چوس مسخال خوندم، هیچی هم استوس ندارم، میگه ساین بذار. دیگه تاکسیک هم که شدم و باریکلا.